جون ببین این آهنگ دشتی که در سفر شمال بودم ساختم، به نظر شما چه جور میاد؟ شما که میدونید من عاشق صفحات شمال هستم. برو جان بزن ببینم، حال عجیبی داره. آهنگ هم دیگه الان میزدی؟ بله. به به، واقعا عالیه. چقدر پرسوزه، چقدر پرحاله. به نظر شما این چی میاد؟ چه احساسی به دست میده؟ هر چیزی در نظرت مجسم میشه؟ من از این آهنگ صدای نی چوپان رو میشنوم. رهی جان چقدر عجیبه، چون خود من هم این آهنگ را در یک غروب آفتاب که گوسفندها از صحرا برمیگشتند الهام گرفتم. اولش بزن، مثل اینکه این شعر بهش میخوره. جون اجازه بده خودم با آواز برات بخونم. بفرمایید. چنانم گنگه آتش بر جان که گویی کس آتش بر نیستان زد. واقعا که بهتر از این نمیشه. بیا ببوسم. قربان تو مرتضی جانه. تشکر.